به نظر شما انتخابات پیشرو چه تغییرات در وضعیت افغانستان خواهد آورد؟ به نظر از ما تغییرات افغانستان شاید از اینکه بهتر شده بود. در نظر من یک شخصی که احساسی از این خاک و وطن داشته باشه میتونه که در قدم اول برای مردم ما امن و آرامی را به وجود بیاره و بعدم خدمت بکنه تا مردم ما از غریبی و ناداری و از بدبختی ریایی پیدا. خب مراجعه مردم برای گرفتن کارت رایدهی در مراکز توزیع چطور است؟ امسال خیلی خوب بود، مردم بسیار به علاقه‌مندی اشتراک کردند. آیا شما کارت گرفتن؟ بله کارت. نظر شما درباره اشتراک طبقه اوناس جامعه در انتخابات چی است؟ هم یک نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میده و او حق مسلمشان است که از کاندید مورد نظرش رای بیده. آیا در خانواده شما کسی از طبقه اوناس کارت گرفته؟ بله کارت گرفته، علاقه داره که بر نظر کاندید مورد نظرش رای بده. شما دو شخصی که رای میتین از چی توقع دارین که در آینده برای شما چه کار انجام بده؟ آینده باید بازسازی زیاد کرده باید. آن نگشت در شخص خود باید یگان کار خوب باید دگیر بیاید. که خدمت صادقانه در وطن ما در اسلام عزیز ما میتوقع داریم. یعنی ما فقط آرامی و سعادت مردم افغانستان را میخواهیم که یک انتخابات شفاف عاری از هر نوع تخلف باشه ما می‌آرزویم.